این اول اون ذهنیت باید آماده بشه. دانش آموز همیشه وقتی از خانه میان حواسشون سر کلاس نیست. یکی صبحانه نخورده، یکی را به زور از خواب بیدار کردند، یکی سردرد از ترس چوب استاد اومده، از اینکه استاد حرف نزه بهش. حالا یه پرانتز باز کنم اینجا. استاد رحمته، چون اولین استاد رحمت بوده، محمد صلی الله علیه و سلم. انا ارسلناک رحمتا، درسته؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یک بارم سابقه نداره کسی از زبان رحمت شوخی بیجا، حرف نادرست، تحقیر، توهین، حرفی که دل بشکنه شنیده باشه. منی که خودمو در اون جایگاه گذاشتم، در جایگاه تعلیم محمد صلی الله علیه و سلم، وظیفه دارم مثل رحمت باشم. معلم برای قرآن باید باران باشه، باران رحمت برای همه یکسان بباره. چه اون دانش آموزی که استاد جان میکنه، چه اون دانش آموزی که اصلا شما رو جواب نمیده. شما رو این دست رحمت مال همه باشه. کلاس محل انتقام نیست. دانش آموزی که با ما بی احترامی کرده سر کلاس، نباید با یک کلمه صداش بزنیم که تغییر بشه. متوجه؟ این نکته دانش آموز را شیفته شما میکنه. اگر از زبان شما تحقیر شنید، زورش که به شما نمیرسه. از اون طرف به بابا هم نمیرسه، به مامان هم نمیرسه. همه دست به یکی کردن که خوابشه بپرانن بیاد قرآن یاد بگیره. با عشق نیومده. خب با هر سخن تند ما فراری میشه، با هر سخن شیرین ما شیفته یادگیری میشه. پس چوب تنبیه به قول حضرت شیخ الاسلام، اگر نهایت عصبانی شدید، عصبانیتتون را روی تخته بزنید تا دست خودتون درد بگیره، بدونید که زدن درد داره. شامات درد دارید. اتلف اگر نتوان گریت، نتوان جواب دن، ولی درد کشید. وقتی تی دست به تخته لگید تا درست درد کن، زنه که از چه درد کشید. پس تنبیه راه چاره نیست. چرا تنبیه خوبه؟ بعضی تنبیه خوبند. یه تنبیه از استادی شنیدم، انا ببخشید که وسط این پرانتز خیلی باز شد دیگه. موقع ثبت نام میگه رفتم برای ثبت نام، من رو ثبت نام نکردند. یه استادی گفت ثبت نام نکردن من رو، گفتن شما اخراجید. خدای معدل منم بالایه. من تو مدرسه به هیچ استادی هم بی احترامی نکردم، درس منم خوب بوده، ادب منم خوب بوده، چرا من اخراجم؟ اخراج. گریه و زاری و فکر و خدایا چی شده؟ آخر به من گفت که چرا اخراجت میکنم. گفت یه روزی موقع نماز بود، سریع اومدی به نماز برسی، پنکه رو خاموش نکرده بودی. تویی که اینقدر حس نداری که این مال بیت المال مفت داره هدر میره، تو به چه درد دین میخوری؟ پول بیت المال بیوزنی داده، فقیری داده، سرمایه‌داری داده تا برای دین خرج بشه. تو آمدی برای نماز، پانکه برای کی روشن بوده تو اتاق؟ تو این حس رو نداری؟ تو نمیدونی که این اسرافه؟ تو اصلا به درد دین نمیخوری. برو برای خودت. گریه و زاری. گفت پس میذارمت بی شرط، برو زیر همون پانکه 100 بار استغفار بکن.
100 بار. همین تنبیه محل ترقی شد، سکوی پرتابم شد. دیگه از اون به بعد نه اسراف کردم و آویزه گوشم شده. اینم تنبیه. این تنبیه کجا و اون چوب کجا؟ این تنبیه کجا و اون تحقیر کجا؟ این تنبیه کجا و اون حرف نازیبا که بشین. بعضی استادا ماشاءالله تنبیه های خیلی ناجوری میکنن دیگه، تنبیه سخنی. تنبیه حرف بدتر از تنبیه چوبه. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زخمی که زبان میزند امکان نداره که خوب بشه. فردا عالمم بشه شما رو ببینه یه همه استاد انده که ندشمانه دادی، ولی شما وقتی آموزش خوب دادید شما رو میبینه با افتخار به طرف میدوه. این همه استاد انده که نه الف و ب درس دادید، همیشه تلاش کردن که من مروچی دوام، همیشه زحمت دادن که من مروچی در ای جایگاه هستم. بس عزیزان من ببخشید من جسارت کردم شاگرد شما. یه دفعه داخل این پرانتز این نصیحت نه، این دردی که با هم حسش کنیم آمد. پس اگر خواستیم تنبیه بکنیم، هدف از تنبیه ما انتقام نباشه. هدف از تنبیه ما اصلاح باشه. وقتی تنبیه ما اصلاحی باشه، دانش آموز نه تنها این تنبیه ما را با دل و جان میپذیرد که همیشه به یادشان میماند. موفق.